سلام تماشاگران عزیز، برنامه کودک خوراکپز منظور شما. با شما هستم دلربا الفتشایی‌وا. مهمون امروزه برنامه ما هستند رستم و مریم خان. مریم خان رستمووا سنه یکم ینوری سال 2011 در دهات جماعتی یووه در اویله صاحبکار به دنیا آمده است. او حالا در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 ناحیه باباجان غفورov در صنف 4 تحصیل دارد. بعد درس باز به زبان آموزی مشغول است. در وقتهای خالگیش بیشتر کتاب میخواند. میخواهد آینده آموزگار فنی متماتیک شود. سلام، من امروز خرسندم که در برنامه کودک خوراکپز اشتراک میکنم. خب تماشاگران عزیز، مریم خان امروز میخواهد که برای ما یک خورش ایدانه آماده نماید که چی نام دارد؟ سالاد اناناس. امروز ما سالاد اناناس آماده میکنیم. خب مریم جان، برای ما چی ضرور است و ما از چی آغاز میکنیم؟ ما اول از تخم. برای ما کدام محصولات ضرور است؟ و ما تخم لازم است و گوشت مرغ، کارتوشکا، سبزی، کلباسه. ما آنها را کلباسه باز ما خیلی دیده ایستادیم در نزد ما چهارمغز و سیر، مایونز، باز سبزی. ما همش را به این وای می‌اندازیم. ما همش را یعنی یک جای میکنیم. یعنی حاضر ما تخم را موندیم، بعد تخم ما چی را اضافه میکنیم؟ گوشت مرغ را اضافه میکنیم. خب مریم جان، شما باز بغیر از خوراکپزی در خانه چیکار میکنید؟ در خانه کار میکنم، باز کارهای درسی مکتبی را میکنم. خب عموما کدام نمودهای خوراک را آماده کرده میتوانید؟ کارتوشکا پزی، تخم پزی. باز مادرم با من یادم میدهند بخورم. خب یعنی شما یک چند نمودهای خوراک را آماده کرده میتونید الکی. شما صنف چند هستید؟ 4. صنف 4. باز در خانه با چه کارها مشغول هستین؟ با کارهای هم ضروری. کارهای خانه یعنی رفتن، شستن، یعنی به مادرت کمک میرسونی؟ بله. کدام کار شما بسیار نقص نمیبینید؟ همش را دوست میدارم. همش را دوست میدارین؟ خب بهترین. خب از ما چیکار میکنیم؟ اکنون ما کلباسه را گفته به این اضافه میکنیم. یعنی ما کلباسه را میخته میکنیم. خب مریم جان، با بغیر از خوراک آماده کردن در خانه با چی کار مشغول هستی؟ در خانه باز رویچین کردن، ظرف شستن، بعد همین کارهای درسم را کردن. من کدام کار خانه را دوست نمیدارید شما؟ دوست میدارم، یکم دوست نمیدارم. ظرف شستن رو دوست نمیدارین که؟ دوست میدارم. دروغ هم نگو. ظرف شستن مادرتون گفتند که مریم خان ظرف را دوست نمیدارد. من ظرف شستن رو دوست نمیدارم. من دوست میدارم. بعضا وقت من خودم ظرف میشویم. بعضا وقت شما ظرف میشه. خب اون وقتی که شما کار میکنید، اون در چی فکر میکنید وقتی که مثلا من روبوچین میکنم، وقتی کودک بودم روبوچین میکردم، خونه میرفتم، سرود میخوندم یا رقص کرده کار میکردم. شما چی؟ وقتی جارو در دستم میگرفتم، جارو در دستم خونه میروم، با این جاروبم دوامش چی بود؟ من این شعر را آزاد کرده بودم، از یادم برآمده که. خب حالا که فراموش کردین؟ کی آزاد کرده بودین؟ من این را در صنف 2 آزاد کرده بودم. خب وقتی که شما کار میکنید چی فکر میکنید؟ فکر میکنم که کار تموم شود من بازی کنم. بله. بعضا وقت مادرم خودشان کارهای مرا اجرا میکنند، من بعضا بازی میکنم. با کی بازی میکنید؟ با دوگانه هایم. با دوگانه هایت کجا میرین؟ چی بازی میکنید؟ بازی میکنیم، بازی های شب‌خوار بازی میکنیم. به خانه آمون می آیند و ما با آنها درس تیار میکنیم، بازی های شب‌خوار بازی میکنیم. درس تیار میکنید؟ درس هم تیار میکنید؟ بله. دروغ نگو.
درس تیار نمیکنی که فقط بازی میکنی؟ میکنم درس تیار میکنم بعضا وقت با مادرم بعضا خودم بعضا با دوگانه هایم چند خواهر داری؟ خواهر دادر داری؟ بله یک خواهر یک دادر یک خواهر یک دادر من مریم جان با فکرت برای چی کودک رو در گهواره میخوابونند؟ خود اگر گهواره خوب کرده هستی؟ بله برای چی با فکرت؟ من و یا شب میگریزند یا برای چی در گهواره میبندند؟ برای خواب کردن برای خواب شدنی و ها تو یکم بار کودک رو نگاه بین کردگی هستی؟ بله کی رو؟ وای اپا اما ویشون دوست میداری که کودک نگاه بین کردن؟ بله خب یکم بار کودک رو علا خوندگی هستی؟ نه نه؟ مادرت چی در کودکیت برایت علا خوندگی هست؟ نمیدونم مادرم با من گفته کشم گفتگی نه در خودشت نه خب حضور ما چیکار میکنی؟ اکنون بعدی کلبسه آمخته کردن رو کارتوش کرامه مشکره خب مریم جان در مکتب چی خیلی میخوند؟ نه معلومات رو دوست میداری؟ بله برای چی معلومات دو موندگی بود که یا گفتی که من را دوست نمیدارم؟ چرا؟ من دوست میدارم در روزنامه یک دارم دور نیست نداره؟ نه یک روزنامه در مکتب داره نه یک روزنامه در خونه؟ در مکتب کدوم از فنی که دو میگیرن میمونن و خونه نمیبیارین ام روزنامه را برای مادرتون نشون نمیتی؟ نه بعضا نشون میتونم بعضا نه خب بهترین خب مریم جان من باز با چی شفق دارین شما؟ با چی شفق دارین؟ زبان آموختن رو دوست می‌دارید؟ بله کدوم زبان رو آموخته شده؟ زبانی مادری زبانی انگلیسی زبانی روسی من برای چی می‌خوای زبان رو آموزی؟ برای آنکه در آینده یکم چیز شدن را برای همین از خواندن از کار کردن یاد میگیره خب چی شدن میخوایی در آینده؟ معلمه متماتیک معلمه متماتیک بهترین خب کتاب خوندن رو دوست میدارد؟ بله کدوم کتاب رو خونده استودین شما؟ کتاب صنفی چهار همش رو خونده مریم جان گفت یک تا خواهر دارین و یک تا دادرن؟ بله کدومش رو بسیارتر دوست میداری؟ هر دوشون یک تاشون خواهرم رو بسیار برای چی؟ برای آنکه خواهرم بعضا به خانگی من نتونم اگر خواهرم به من یاری میتید چی خیلی با تو یاری میتید؟ ندانستگی جاهم رو خودش خواهرم چی من برای چی کمک میرسوند؟ در کدوم فن ها؟ در متماتیک زبانی مادری متماتیک وقتی که شما در وظیفه میتین شما میبینین خواهرتون به شما حل کرده میتید؟ بله برای همین شما رو دوست میدارین با فکرتون این کاری خوب است؟ اما وقتی که شما برای شما مثال میتین شما میبینین شما خواهرتون برای شما حل میکند نه بعضا خودم هم حل میکنم خب از چی کار میکنیم ما؟ اکنون ما سبزی را با این آموخته میکنیم یعنی سبزی را آموخته میکنیم من خوراکی آشی پلاو رو با همراهی مادرم میکنم من وقتی که اولین بار خود را خوراک آماده کردی در خاطر داری؟ کی شما خوراک آماده کردید؟ در صنفی سیم میخواندم با همراهی مادرم میکردم خوراک را آماده کردی و سوزوندی؟ نه یکم بار سوزاندگی نیستی؟ خب بهترین حضور ما چیکار میکنه؟ اکنون همش رو آموخته میکنیم و روش میکنیم همش رو ما آموخته میکنیم با هم دیگر. خب ما امیدواریم که برای ما اکنون
شما شعر میخونید. برای شما شعر خواندم. Mama всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. بهترین بهترین. میز شما رو اندازم. خب حاضر ما مایونز رو بازم میخته میکنیم. سلام جون، فیلم تماشا کردن رو دوست می‌داری؟ کدام نمود فیلم رو دوست می‌داری؟ فیلم ها هندی؟ نه روسی رو. روسی؟ بهترین فیلم دوست داشتن چی است؟ وای سپرگرل باور حکو نماش عجب همه شما کنیم؟ بله و مخته میکنیم ها؟ بله اکنون ما این را به قالب چسب انداخته این را به چپ کرده و میکنه. مریم جان با فکرت باوری چی است؟ اون وقتی که ما میگیم که من به تو باور دارم یا چی است با فکرت باوری؟ باوری و اگر یکان کپ کنید باورش نکن من به تو باوری ندارم یا باوری دارم میگوید. اون من چی هستم این باوری؟ باوری من با آدم باور کردن ممکن است؟ بله چه خیلی؟ اگر آنها سخنانی وای را گویند اگر سخنانی بد را گویند یا یعنی ما با آنها باور میکنیم؟ نه سخنی دروغ گویند باور نمیکنیم. اگر سخنی وای گویند اگر با آنها باور میکنیم. یکم بار برای تو یکم کس دور گفتگی است؟ بله کی؟ بعضی دکانه هایم با من دروغ میگویند میخندند بعد من با آنها وای میکنم. مریم جان بعد دکانت برای تو دروغ گفت؟ بعضا دروغ میگویند. من چه خیلی میفهمی که برای دروغ گفتن؟ از خنده از معلوم میشود. یعنی میخنده وقتی که میخنده نیست دروغ گفته ایستادن؟ بعضی من اگر آنها دروغ گویند بعضی باور میکنم بعضی نه. مریم جان گفتن زبان انگلیسی رو دوست می‌داری نه؟ بله. اگه شعر خوندن میتوانیم با زبان انگلیسی؟ بله. میخونید؟ خب امیدوارم که شما اکنون برای ما با زبان انگلیسی شعر میخونید. درباره مادر بهترین. My dear mommy, I love you very much. I want you to be happy on the edge of much. Be happy on the edge of much. خودوی مصرش چی بود؟ I love to very much. Very much. خب معناش هم میفهمید؟ معناش یعنی اینکه چی میشود یعنی که؟ یعنی که چی بود یکم مصرش؟ یکم مصرش my dear mommy. چی میشود my dear mother؟ تاجیکش مادری عزیزی من. باز چه؟ My dear I love you very much. I love you very much. چی میشود؟ من این را تاجیکش را نمیدانم. خب I love you very much. بله. من تو را خیلی زیاد دوست میدارم. باز چی بود؟ I want you to be happy on the edge of much. هشتمین
هشتم مرد اون شما برای مادرت یکم بار توفه کردگی هستی؟ بله چی توفه کردگی؟ بعضی با دفترچه گپ‌های وای می نویسم که مادرم دست میکنم بعضا یکان چیزی شبهات دست میکنم مثلا گول گول؟ بله من توفه دوست داشته مادرت چی است؟ مادرت کدوم توفه رو بسیارتر دوست می‌دارد؟ این توفه مورا توفه شما رو دوست می‌دارد. خب اکنون ما چیکار میکنیم باز؟ اکنون ما این را وای کرده همه جاش رو یخیل کرده بعد به این چپا میکنیم. پدرتون چیکار میکند؟ پدرم در بازار همین چیزای وای میفروشند. فروشنده. بله. خوراک دوست داشته شما چی است؟ آشی پلا. آشی پلا؟ خیلی. خب اکنون این خوردن نمیشود که؟ خوردن نمیشود که؟ اکنون با این رو میگیریم ما. خب حاضر ما چهارمغز ما موند که؟ چهارمغز رو بر روی های آنها میکنیم. خب اکنون سیرها رو ما بر روی آنها میکشیم. باز یکم نمودی سلات اومده کرده میتونه؟ بله سلاتی میبگیم سلاتی باز بگیم. خب مریم جان یکم سراینده رو میشناسین؟ سراینده؟ سرود میخونم که؟ کی رو میشناسین؟ جرخان آبیدپور دست محمد بودن های نوشا. کی را جرخان آبیدپوره؟ بله. یکم سرود چه میدونه؟ سرود چه سرود میخونه؟ سرود هایی و ما درباره وطن درباره باز یکم وای میخونم مینویسم. که سرودش خونده میتونه؟ بله. میخوند؟ خونم؟ ما سپاهی تویم ای وطن دادخواهی تویم ای وطن دشمنت ای وطن به وطن می شود پیرهن در تنی او کفن می شود. ما سپاهی تویم ای وطن دادخواهی تویم ای وطن قعری چهمندی چوکن می شود. ما سپاهی تویم ای وطن دادخواهی تویم ای وطن ای وطن بهترین. حاضر ما چهارمغز رو برای میمونیم. بله. دوستان عزیز لحظه فرا رسید که ما از خودش آماده نمودنی مریم جان بچشیم. خب چخلی که ما دیده ایستادیم خیلی زیبا شده است و باوری داریم که خیلی باوزت است. خب اکنون ما میبینیم من باوری دارم که خیلی خوب آمده است.
یک طعم لذتی به خود خاصی را دارد. خب و خیلی با لذت است. خب مریم جان، به فکرت برای همگان ضرور است که طرز آماده نمودن خوراک را دانند؟ بله. برای آنکه آدمان اگر خوراک را پخته نتوانند خوراک خوردن نمیتوانند. یعنی اون نفرانی که خوراک پخته نمیتوانند خوراک خوردن نمیتوانند؟ برای آنکه آنها پخته نمیتوانند آنها پخته خوردن نمیتوانند. خب بله دوستان عزیز، برای هر کس آماده نمودن خوراک ضرور است. باید هر کس از عهده خوراک پختن براید. خب مریم جان عزیز، ما برای تو توفچه آماده نمودیم که آن هم سپاسنامه است و ما باوری داریم که شما در آینده یک شخصی موفق میشوید. خب تشکر زیاد که امروز در برنامه ما اشتراک کردید. خب مریم جان، برای تماشاگران شما چی گفتنی دارید؟ من گفتنی دارم که من خیلی خرسندم که در برنامه این کودک خوراکپز اشتراک کردم. تشکر زیاد به شما. خب تماشاگران عزیز، در اینجا برنامه کودک خوراکپز نیز به فرجا میرسد. برای شما تن صحتی و خانه آبادی آرزومندیم. تا دیداری نوبتی، شاد و پیروز باشید. خیر.